پیام داده به من که آج آقا میخوام یه چیز به شما بگم، شاید یه خورده سبک‌تر بشم. گفتم به من نگو، بعض از زهرا بگو. میخوام بگم تو برای من روزه بخونی، من از آروم شدم. چیکار کردی؟ چی شد؟ من مست بودم. دیدم 7 تا این بچه‌های محلمون طبل میزنن، 7 تا دختر کوچولو هم بدون ریتم دارن پشت اینا سینه میزنن. میگم منم مست بودم با رفیقم، شروع کردی به اینا خندیدن. های های شروع کردیم آج آقا خندیدن. من گفتم انقدر خندیدیم اینا خنده ما بهشون غالب شد دیگه، سینه نزدن. یه گوشه‌ای رفتن کس کردن و ما رو نگاه کردن رفتم خونه باشم خوابیدم. تو عالم خواب یه خانم کوچولویی رو دیدم، دستش یه عروسک سوخته بود. بعد برگشت به من گفتش تو با حالت گریه گفتی که ما رو مسخره نکن. ما از مسخره کردن حال خوبی نداریم، مخصوصا نوکرای ما رو دیگه مسخره نکن. آخه یه شام به ما و عمم خندیدن. انشالله یه روزی این سفره رو تو حرم کوچولوش بندازی، بگید رقیه جان تویی که سر سفرت همه عالم و آدم روزی میگیرن. رقیه خانم شنیدم تو خرابه جلو دونه خوش